الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، امروز هم که باشد بحر شما در اطراف یک احادیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنم، به خاطر که در روزمره ما و شما این حدیث بسیار ضروری هست دانستنش، علل خصوص برای خواهران و مادران. از عایشه مادر مؤمنان رضی الله عنها روایت میکند: عن عایشه رضی الله عنها قالت: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا مرض احد من اهله نفث علیه بالمتعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت انفث علیه و امسح بید نفسه لأن كانت اعظم برکة من یده. رواه مسلم. عایشه مادر مؤمنان رضی الله عنها در این حدیث میگوید پیامبر صلی الله علیه وسلم در حالی که حیات بود، وقتی که یکم از اهل و عیال بیمار میشیدند، سوره های متعوذات یعنی سوره اخلاص، قل هو الله احد را و قل اعوذ برب الناس را و قل اعوذ برب الفلق را میخواندند و در بدن بیمار دست مبارک خود را میشکیدند. وقتی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگوید مریض شد در بیماری که در همه بیماری از دنیا گذشت، عایشه مادرمون میگوید من همون سوره متعوذات را میخواندم و در دست پیامبر و بدن خودشان میشکیدم، یعنی اون سوره ها را میخواندم، به دست رسول الله شوف میکردم و رسول الله دست خودش به بدنش میشکیدم، به خاطر که دست رسول الله از دست مده با برکت تر است. افسوس که این روزه جامعه ما مسلمان ها قرآن میخونیم، حدیث میخونیم، لیکن در جامعه کم مسلمان یافت میشود که با فهم قرآن برسد، با معنی قرآن برسد، با قرآن عمل کند یا با احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کند، خیلی کم شمار است. لیکن از این حکمت این حدیث ایرا در بر میگیریم که مادرها امروز میتونن که وقتی فرزندای خود را خواب میکنن این سوره ها را با کودکای خود خوانده شروع کنند تا که کودکا به هر کسلی های دچار نشوند. و دیگر از حکمت این حدیث ما و شما برخوردار میکنیم که زن میتونه که شوهر خودش، محرم های خودش این سوره های متعوذات را بخواند. یعنی در ما و شما امروز خیال میکنن که دعا خواندن فقط کار یک اهل علم است، خیال میکنن کار یک آدمی که قاری است، لیکن نه. خواهران عزیز، شما هم میتونید که شوهرای خود را وقتی که بیمار میشوند یا بیمار هم نشیدن در جاگه وقتی خواب میروند، شما میتونید که این سوره ها را بخونید و در بدن خودتان و در بدن شوهرتان چکو کنید، دم کنید. و همچنان با فرزندای خودتان هم میتونید، به خاطر که امروز اکثر جامعه فرزندای را میبینی که بیمار میشوند، مثلا شبای خوابای بیزیب میبینن یا که به دیگه کسلای روحی مبتلا میشوند. سببش همش از این است که دستور عمل زندگی و سنت پیامبر نمیگیریم. و کوشش کنید که مادران عزیز، خواهران عزیز، که این سنت پیامبر در زندگی تو جاری کنید. یعنی هر لحظه که خواب میرید این سوره ها را با خوندن و با خودتون عادت کنید. هر وقتی که به شوهرم که بر اومده صاحب فرزندانم کشیده این سنت پیامبر فراموش نکنید.
аллоҳи таъола ҳамаи мо шумора дар ҳама умури зиндагӣ пойбанди Қуръону пойбанди суннати Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бигардонад. Амин.